درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 10 مارد. تلویزیون بریتانی سکای نیوز نامناسب و تلفن‌های 22,000 عضو گروه افراطگرای دولت اسلامی را به دست آورده است که در میان آنها ظاهراً نام جنگجویان تاجیک نیز هست. سکای نیوز روز 9 مارد گزارش داد که اطلاع مکمل درباره 10,000 جنگجو از 51 کشور را از یک عضو سابق گروه دولت اسلامی به دست آورد. در تلویزیون نسخه سندهای را نشان دادند که بر اساس آن باید هر نفری که به این گروه افراطگرا شامل می شود از جمله گروه خون، نام مادر و سطح دانشش درباره شریعت را نشان بدهد. همه این اطلاع را ابو حمید مردی به دست آورده است که به صف گروه دولت اسلامی پیوسته و سپس از کردش پشیمان شده و از سازمان جدا شده است. با گفته مقامات تاجیکستان بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های افراطی و به خصوص گروه دولت اسلامی پیوستند. مقامات مرزبانی تاجیکستان گفتند در یک درگیری با گروه از قاچاقبران مسلح در سرحد افغانستان یک نفر را کشتند و 2 نفر دیگر را زخمی کردند. در دفتر مطبوعات ریاست مرزبانی در کمیته امنیت ملی روز 10 مارد به رادیو آزادی گفتند که درگیری شب 9 مارد در نزدیکی دیدبانگاه مرزی ناحیه همدانی در ولایت ختلان صورت گرفت. با گفته مقامات از محل درگیری 50 کیلو حشیش، اسلحه و جسد یک شهروند افغانستان را پیدا کردند. چند پیشتر یک افسر جوان تاجیک ضمن درگیری با گروه از افراد مسلح در مرز تاجیکستان با افغانستان کشته شد. مقامات شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفتند با نوسازی و وسیع‌تر شدن یک باغ فراغتی پایتخت 2 بازار شهر به دیگر جای کوچانیده می شوند. بازارهای پنجشیر و گنجینه بر اساس طرح وسیع کردن باغ دوستی خلق‌ها در نزدیکی محله 63 شهر از بین برده می شوند و تاجران و مالکان این بازارها را رسما از قرار آگاه کردند. حکومت شهر دوشنبه که برنامه وسیع نوسازی را روی دست گرفته است میگوید در آینده در جای بازارهای گنجینه و پنجشیر مجمع معماری استقلالیت بنیاد می شود. و گفته مقامات ممکن است در آینده میدان بزرگ فوتبال برای 25,000 مخلص در شهرک گیپرزیم هم ساخته شود. در شهر دوشنبه المپیاد جمهوری دانشجویان آغاز یافت که در آن 300 دانشجو شرکت می‌کنند. دانشمندان تاجیک میگویند غالبان این آزمون علمی که در 12 سمت صورت میگیرد جام فرهنگستان علوم کشور را به دست میآورند و حق پیدا میکنند تحصیل را در مؤسسه‌های علمی ادامه بدهند. با گفته برگزار کنندگان هدف آزمون تشویق جوانان به تحقیق، آموزش و پیدا کردن عالمان آینده است. و هدف اساسی این آزمون که گذرانده می شود این عبارت از آن است که از بین دانشجویان اون نفرانی که به علم شوق و رغبت دارند پیدا کرده شوند و برای تعلیم در زینه‌های منبع تحصیلات فرا گرفته شوند. از جمله چنانی که در المپیاد اکادمی نهایی جمهوری تاجیکستان می‌دانیم توسط این آزمون آنها برای تحصیل به ماجستراتور دانشجویان خود را انتخاب می‌کنند. المپیاد جمهوری روز 11 مارد در فرهنگستان علوم به پایان می‌رسد. مقامات تاجیکستان میگویند بعد سالهای رکود و دلسردی حال توجه جوانان به تحقیق و پژوهش بیشتر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در گذشته شکایت کرده است که سن میانه عالمان تاجیک از 50 هم گذشته است و این برای آینده تاجیکستان خوب نیست. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.